به همینم حال شد میشوکد با ماشین مردکشک سوار شده. اما چه برای در این ماشین شیطان آدمو جونشون فیدو میکنه. مانند دیوانه ها گپ نزن، حاضر یک میزنم درباره دامولا خواب میروی. شوخی کردم. بباشه شوخی کردم. یک خطی نه شوخی کردم میشه، نه سریوزی گپ زدم میشه. زمانده چی وقت اخیر؟ شوکت مگر حالا جای شوخی کردنی است برادر؟ آخر من خودم رو گناهکار حس کرده ایستادم از پشت این آدم. برادر تو چرا از پشت همه خودت رو گناهکار میحسابی؟ این خودت رو چیکار میکنی؟ از این طرف را با اون طرف را گذشتن و نامفته باشه دامولای کلام ای بیتوه میمره چپ راست نگاه کنه. همین به اخر داخل دامولو میگه. خاموش شو. این دامولا راهی مسجد رو میجوز. من رو با دیگر راه بردم، البته عیبی من است. محترم جماعت صفا را راست کنید که شیطان در بینمان ندراید. محترم جماعت خاطر رسان میکنم که برای پره ساختن مناره مسجد در حولی مسجد خودی خیریه گذاشتید. خیریه هایتان را به آنجا گذارید. مسلمانان محترم صف کشید، نماز را آغاز میکنیم. تمام دامولو سرش که صف کشیدیم. دامولا ما رو میشنوید. برادر مجبورش نکن، بین حالش خوب است. شکر خدا که به گپ در اومد. اگر میمرد چی میشید؟ یگان ضرری سخت نبینه شوکت. آدم سرش رو بسیار سخت زد. نه برادر چه ضرری سخت؟ بسیار انشالله مولا مردم دیر میمرن. انشالله. آجیلان یک کس را آورده. برادر شما خطا کردید، او را به قبرستان برید. او بیمار است. اما بیمار است چه؟ ای مردکشک جوشید؟ برادر زود باشید، نگاه کردن نیستید. آخر یگان زنبر بیاره. حاضر توبه از پشت من شد. اگر من نمی بودم حالا این آدم با جماعتش نماز میخوند.